اینجوری تیپ تکمیل بشه. مامان جون آقا هالوک ناراحت نشه. تو این گردنبندو پسندیدی نه؟ خیلی قشنگه، معلومه که پسندیدم. زود باش سلین، آماده شو. سلین جان امشب پیش مادرش میخواد بمونه. یعنی چی؟ مامان جون سلین با ما نمیاد؟ یعنی من الکی آماده شدم؟ یعنی چی الکی عزیزم؟ مامان جون جایی که سلین نیاد من اونجا چی کار دارم؟ من نمیتونم با کسی حرف بزنم، با کسی نمیتونم دوست بشم. ای خدا، خواهر جونم نمیدونم چی کار کنم. آخه امروز تنبیه شدم. وای خواهر عزیزم، کاشکی تنبیهت میافتاد واسه فردا با خواهرات میومدی. چی بگم خواهر جونم؟ من الان هر چیزی که به تو بگم مامان اشتباه متوجه میشه و فکر میکنه که من مجبورت کردم. مگه میشه همچین چیزی مامان جون؟ بذار بیاد، اگه بازم اشتباهی کرد من مانعش میشم. اگه دوست داری برو، اگه دوست نداری نرو نازلی جان. رو اعصاب من راه نرو. سلین امشب تنبیهه. چیه؟ سویلای خانم، همونطور که خواستیم بهترین و با کیفیت ترین تور رو استفاده کردیم. چینش چرا اینطوریه ها؟ این چیه؟ بعدش هم دراپش چرا اینطوری شده ها؟ شما اینطور خواسته بودین. چی؟ من خواستم؟ من به شما اینطور گفتم؟ ها؟ بعدشم این تور چرا اینقدر بلندی؟ ها؟ چرا اینقدر بلندی؟ من اینطور بهت گفتم؟ چی گفتم ها؟ من چی گفتم به تو؟ نگاه کن، اینجوری کوتاه میشه، شنیدی؟ من به تو گفتم کوتاه. این چیه؟ این چیه؟ ها؟ ببین، اینجوری گفتم به تو. نگاه کن، اینجوری. برگرد، نگاه کن، پشتش چاک میخوره، اونطوری که گفتم میشه. ببین اینجوری چاک میخوره، ببین اینجوری. برگرد، اینطوری میشه. دارم اذیت میشم. عالی شد. سویلای خانم. یعنی چی سویلای خانم؟ چه سویلای خانمی؟ دیوونم کردی. برید بیرون، برو بیرون، برو، برید بیرون، برو. بچه‌ها شارژر گوشیتون رو برداشتین دیگه نه؟ معلومه که برداشتی. اگه زنگ بزنم بر ندارین اون موقع من میدونم با شماها. مامان جون من برداشتم. آفرین به من نه؟ آفرین به من نه؟ علی جان شما میخواین رانندگی کنین؟ اگه نمیتونستم رانندگی کنم هیچ وقت همچین کاری نمیکردم. خب بفرمایید. سلین؟ سلین با من میمونه خونه علی جان. اما ما با هم حرف زدیم. ما هم اینطوری تصمیم گرفتیم. سلین جان امروز تنبیهه. مامان همه دنیا فهمیدن. حتی دم درم میخوای یه تابلو بزن که تو این خونه سلین تنبیه شده. ولی امشب دوستان منتظرت بودن. این مهمونی واسه یه شروع دوباره بود. مامان هر مهمونی دیگه بود مشکلی نبود، اما چطوری این مهمونی ها نرم؟ سلین جان. مامان جون بذار سلینم بیاد دیگه. اگه من از شما خواهش کنم چی؟ چون اگه سلین نیاد رفتن منم ارزشی نداره. مهمونی به خاطر اونه. میشه امشب اونو ببخشینش؟ فقط این دفعه. خیلی خوب باشه برو. این دفعه فقط به خاطر علی. ممنونم. من 5 دقیقه میام، منتظرم باشین. باشه. اون 5 دقیقه‌اش دروغیه. علی جان موقع رانندگی حواستو جمع کن. تو ماشین منتظرم. شما برین منم الان میام.
به نظرت لباسم چطوره؟ واسه چی میخندی پسر ای خل؟ باید ازم تعریف کنی. تازه شبیه دخترا شدی. بدو حاضر شو دیگه. تو اینجوری میخوای بیای مهمونی؟ یکم به هم نزدیک شو. تو الان داری بهم پیشنهاد میدی؟ کی؟ من تو عمرم به هیچ کس پیشنهاد ندادم. یعنی از من خوشت نمیاد؟ من به خودم احترام گذاشتم و اینجوری لباس پوشیدم. یعنی به خاطر تو نیست. خب این یعنی با یه لباس معمولی خوش‌اندام نیستی؟ پس یعنی همه خوش‌انداما احمقن؟ آره؟ وای نگاه کن چه کارایی کردن. اینا آب میوه‌ن؟ آره اگه گارسون بیاره. نه بابا یهو بیا خودتو بنداز روم دیگه. آبجی هنوز 1 دقیقه هم نمیشه که اینجایی. باشه بابا باشه. خب بچه ها کجا؟ دختر تو خیلی ساده ای. مگه خودت نگفتی میخوای منو با دوستات آشنا کنی؟ نه تو واقعا ساده ای. فردا صبح وقتی از خواب بیدار شدی از اینکه حرف مادرت گوش نکردی و این جامعه پشیمون میشی. ببخشید سوتی دادم. خوش بگذره. بفرمایید. گنش خانم ماشین پایین منتظر شماست. ماشین؟ راننده خواست به شما خبر بدم. باشه متشکرم. گونش خانم بفرمایید. کیه؟ الو، تو چرا تلفن‌های منو جواب نمیدی؟ وای هالوک، تو که منو ترسوندی. وای هالوک، از وقتی که ازدواج کردیم چند ساعت میگذره و من نمیتونم با زنم وای در ارتباط ببخشید، باشم. فکرم مشغول بود، گوشیمو گذاشته بودم تو اتاق. ببخشید. چرا فکرت مشغول بود؟ همین الان هر کاری داری ول کن، سوار ماشین شو و بیا پیشم. از من نمیتونی فرار کنی. کجا؟ سورپرایزه. اما اینجوری که نمیشه. من باید لباسمو عوض کنم. چی بپوشم؟ هر چی میخوای بپوش، تو هر چی بپوشی بهت میاد. باشه منتظرم، زود باش. الان میام. چشم خانم. ببین ما الان نباید تو محدوده خواهرم بریم. جان اونجا رو. داداش باید چی بگم؟ باید چی کار کنم؟ پسر چرا همچین میکنی؟ از صبح چند بار تمرین کردیم.